با سلام و درود به یاران عزیزم، با تشکر از شما که این نشست رو به فکرش افتادین که برگزار بشه. من به عنوان یک فارغ التحصیل رشته حقوق در چهارچوب انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر فعالیت میکنم. این انجمن متشکل از اعضا، هواداران و حامیانی که غالباً ایرانی نیستند، اما به نظر و اهمیتی که برای انسان و جایگاه انسان در عالم قائل هستند، هر جایی که مشاهده می‌کنند که حقوق بشر نقض میشه، به طور مستمر نقض میشه و ابناء بشر سرکوب میشن مانند ایران، اینها میان و فعالیت‌های بشر دوستانه میکنن و در چهارچوب این یعنی فعالیت این انجمن آیا به طور عام برای نقض حقوق بشر در ایرانه یا اینکه ببینیم فعالیت‌های ما به چند بخش تقسیم میشه. یه بخشش عبارت است از ارتباط با شخصیت‌های بین‌المللی و آگاه کردنشون نسبت به اتفاقاتی که در مملکت ما داره میفته و کسب حمایتشون برای مردم ایران، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی، تلاش برای رفع تبعیض از جامعه ایران، به ویژه تبعیض عقیدتی. از طرف دیگه در کنار این فعالیت مبادرت به برگزاری نشست‌ها و جلسات پرسش و پاسخ می‌کنیم در شهرهای مختلف و در کنارش اکسیون‌های خیابانی هم می‌ذاریم که معمولاً این اکسیون‌ها رو با همراهی با سازمان عفو بین‌الملل انجام میدیم. میتونین یه بیلان کوتاهی از این فعالیت‌هایی که ظرف این 2-3 ساله اخیر داشتین بدین و بگین که مثلا برای کسب حمایت شخصیت‌ها چه دستاوردهایی داشتین، یا کلاً این چیزایی که برشمردین یه مقداری به طور روشن‌تر توضیح بدین که چیا بوده و دستاوردتون چی بوده. ما با شخصیت‌های مختلف از پارلمان اروپا و از قسمت حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط و در تماس بودیم. در جلساتی که ما رو دعوت کردن شرکت کردیم، در نشست‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت داشتیم. در هر نشستی گزارشی از مجموعه فشارها و تبعیض‌های مضاعفی که نسبت به تنوع‌های قومی و تنوع‌های مذهبی و دگراندیشان عقیدتی و آیینی در ایران می اومده ارائه کردیم. در پارلمان اروپا هم همینطور و به پارلمان‌ها و دولتمردان کشورهای مختلف به بخش مربوط به سیاست خارجی و حمایت از حقوق مردم و شهروندان کشورهای دیگه اطلاع رسانی کردیم. آقای احمد شهید هم ملاقات داشتیم باهاش. بعد از نشست 16 حقوق بشر سازمان ملل متحد مقرر شد که یک گزارشگر ویژه‌ای برای ایران تعیین بشه. باید آقای دکتر احمد شهید که قبلا وزیر خارجه مالدیو بودن معین شدن و ایشون از زمانی که آمادگی خودشون رو اظهار داشتن و وارد صحنه شدن، ما جزو نخستین سازمان‌ها و اشخاصی بودیم که با ایشون وارد تماس شدیم و فایل‌ها و دوسیه‌های متعددی از موارد نقض حقوق بشر در اختیار ایشون و گروهی که با ایشون کار می‌کنن قرار دادیم و به همین دلیل هم در نخستین گزارش مقطعی که آقای شهید بیان داشتن راجع به نقض مستمر حقوق دگراندیشان عقیدتی و دینی در ایران. میتونید کمی باز کنین این مسئله دگراندیشان عقیدتی و دینی که میگین منظورتون کیا هستن؟ پیروان آیین‌ها و خرد آیین‌هایی که در نقاط مختلف ایران پراکنده هستند و بر اساس آمار نادرست و غلط حکومتی که داده میشه، همه اینها مسلمان شیعه پیرو تشیع اثناعشری معرفی میشن، در حالی که ایران مانند یک قالی میمونه با نقش‌ها و رنگ‌های مختلف، با تار و پود فرهنگی واحد و تاریخ واحد که به همدیگه پیوستن.
اما هر قومی در هر محلی که زندگی میکنه فولکلور، عرف، سنت، آیین و سیستم اعتقادی خاص خودش رو داره که به اینها میگن خرد آیین‌ها و ما سعی میکنیم که اینها رو بشناسیم و ضرورت پاسداشت حقوق اینها رو، حقوق داشتن دین و آیینی رو که خودشون میخوان، این رو از طریق مجامع بین المللی به عنوان یک واقعیت مورد تایید قرار گرفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر به گوش افکار عمومی بین المللی برسونید. شما خودتون رو نماینده حقوق اقلیت‌ها معرفی می‌کنین، یعنی اینکه از حقوق اونا می‌خواین دفاع بکنین. اینی که میگن ستم مضاعف نسبت به دگر اندیشان عقیدتی، آیا منظور شما اقلیت‌های مذهبیه؟ در چارچوب قانون اساسی نظام حاکم بر ایران اقلیت‌ها تعریف شده هستند، یعنی اینکه پیروان ادیانی که از نظر گردانندگان این نظام و نویسندگان قانون اساسی صاحب کتاب آسمانی به شمار می رفتن که زرتشتی ها و یهودی ها و مسیحی ها هستند. اما ما می دونیم که در ایران گروه های عقیدتی، دینی، آیینی بسیار زیاد و متنوعی زندگی می کنند، اما چون نه پیرو اسلامند به اون معنی خاص کلمه و نه پیرو یکی از این ادیانند به معنی خاص کلمه، به همین دلیل اینها اصلا اقلیت هم شمرده نمیشن. یعنی وقتی توجه بکنیم، وقتی ما به قانون اساسی نگاه میکنیم، مسلمانان بر اساس قانون اساسی دارای حقوقی هستند که غیر مسلمانان اون حقوق رو ندارن. به عنوان مثال در چارچوب قانون اساسی کسی که میخواد کاندید بشه برای ریاست جمهوری باید حتما مسلمان باشه. پس یه هموطن ایرانی پیرو آیین مسیحیت نمیتونه رئیس جمهور بشه، پس نسبت بهش یه تبعیضی وجود داره، یعنی شهروند درجه دوم به شمار میره به این اعتبار که دارم میگم الان. اما یک توده بزرگی از مردم هستن که اصلا شهروند درجه اول که هیچی، درجه دوم هم به شمار نمیرند، چون پیرو مکاتب دینی هستند که مورد توجه قانون اساسی اصلا قرار نگرفته. اینها ضرورتاً ناچار میشن که اعتقادات خودشون رو پنهان بکنن و خودشون رو از روی تقیه و کتمان مسلمان بخونند. وقتی که ما نظرگاه بسیاری از پیروان ادیان مختلف خرد آیین‌ها نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم که اینها دیدگاه‌هایی دارند که اصولاً با فقه و شریعت ادیان شناخته شده انطباق نداره و مثلا در کتاب الملل و نحل شهرستانی جزء هیچ کدوم از شاخه‌های اسلامی به شمار نمیاد، اما اینها خودشون رو مسلمان معرفی میکنن. شما اون فعالیتی که دارین در کادر این انجمن بیشتر توی این مدت به دفاع از کدوم یکی از ها پرداختین؟ طبیعتاً ما زمانی وارد عمل میشیم که به طور مشخص یک فردی که پیرو یک سیستم عقیدتیه یا یک گروهی که پیرو یک سیستم عقیدتی هستن مورد سرکوب قرار بگیرن به خاطر عقیدهشون، به خاطر دینشون. نظر به این که پیروان مکتب تصوف در ایران به طور سیستماتیک با شدت و ضعف‌های مختلف در طول این 33 سال دوران نظام حاکم بر ایران مورد سرکوب قرار گرفتن و به ویژه در این 6 سال اخیر پیروان مکتب درویشی گنابادی به علت عقیده خودشون مورد سرکوب قرار گرفتن، با این که به لحاظ شریعت خودشون رو اینها پیرو تشیع اثناعشری میدونن.
شیعه 12 امامی میدونن، اما به علت اینی که پیرو مکتب تصوف هستن اینها رو مورد سرکوب مضاعف قرار میدن به خاطر عقیدشون و حسینیه هاشون رو خراب میکنن و افرادشون یعنی رو به میتونین یکم توضیح سرکوب بیشتری میکنن. بدین که مورد اختلاف مشخصا چی هست؟ یعنی کجای مکتب تصوف و درویشی برای حاکمین کنونی اشکال ایجاد میکنه؟ مکتب تصوف و درویشی هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. مسئله اینه که این جریانی که الان زمام حکومت ایران رو در دست داره خودش یه جریان فرقه‌ایه، یعنی یه فرقه‌ایه که داره بر سراسر مملکت حکومت میکنه. خواستش چیه؟ یعنی کجا؟ یک دستسازی جامعه. یعنی اینها میخوان که یک سیستم توتالیتر در جامعه پیاده بشه که حول فرد سالاری دور بزنه، حول یه دونه آدم دور بزنه. یعنی هم مجتهدین باید از نظر حکومتی و از نظر شرعی اون فردی که کل این نظام رو داره رهبری میکنه پیروی بکنن و هم مقلدین همه باید از اون پیروی بکنن. به همین دلیل اگر حتی یک مجتهدی باشه مثل حضرت آیت الله منتظری رحمت الله علیه یا مثل آیت الله صانعی یا مثل آقای دستقیب، اینها زنده هستند، اما چون با دیدگاه‌های حکومتی نظام حاکم بر ایران که به نام شرع میخواد پیاده بشه توافق ندارن، اصلا اینها رو میخوان خلع لباس بکنن و خلع عنوان اجتهاد ازشون بکنن. حتی در مورد آقای صانعی اعلام کردن. به همین دلیل ما مشاهده میکنیم که اصولا این سیستم یه سیستم اسلامی نیست، یه سیستم فرقه‌ایه که هدفش پاکسازی فکری و عقیدتی در سراسر جامعه است و هر جایی که یه گروهی از انسانها رو ببینه که پیرو یه مکتب فکری هستند یا پیرو یک مکتب دینی هستند یا پیرو یک نظریه عرفانی هستند، بلافاصله در صدد سرکوب اونها برمیاد و یک سرکوب مضاعف و تبعیض مضاعفی رو شروع میکنه به اونها اعمال کردن و اینجاست که اون وقت ما میایم برای دفاع از حقوق اونها در مجامع بین‌المللی اقدامات خاص خودمون رو انجام میدیم. یه مقداری گاهی اشتباه میشه این فعالیتایی که شما میکنین به عنوان فعالیت سیاسی محسوب میشه در این زمینه آیا یه کمی توضیح بیشتری بدین؟ و در ضمنم یک تفکری هست که عموم گاهی فکر میکنن که یک درویش باید غارنشین باشه و خارج از فعالیت‌های اجتماعی گوشه‌ای بگیره بشینه و به ذکر و فکر خودش بپردازه و به این کارا کاری نداشته باشه. در واقع یه مقداری موضع خودتون رو در این زمینه روشن کنین و توضیح بدین که آیا چنین دیدگاهی درسته یا نه و اگر که نیست یک مقداری نمونه‌های تاریخی رو هم عنوان کنین لطفاً. طور کلی کسانی که در صدد زدن تهمت و بهتان به مکتب تصوف و عرفان هستند تصوف و درویشی رو مترادف با تنبلی و بیعملی و خوشباشی میدونند. این یه بهتانه. چرا؟ برای اینکه در تصوف سالک سعی میکنه که اخلاق خودش رو تصفیه بکنه و روحیه جوانمردی و معاونت و کمک به هم نوع رو در خودش تقویت بکنه و نسبت به درد دیگران بی‌تفاوت نباشه. این اون آموزشیه که ما در مکتب تصوف و عرفان میگیریم. همه شاخه های وصل و متصل به تصوف و عرفان غایت قصوای تحول سالک در اون مکاتب نیل به مرحله فتوته. به همین دلیل شما مشاهده میکنید که سعدی در کتاب‌های خودش، در اندرزنامه‌های خودش، در بوستان و در گلستان باب جوانمردی داره. ببخشید اینجا فقط اون سوال مشخصی که من کردم اینه که گاهی فکر میشه که این فعالیتایی که شما دارین میکنین جنبه سیاسی داره.
این آیا میشه این نوع فعالیت ها رو بگیم سیاسیه؟ یعنی اینکه در رابطه با یک حکومتیه که شما دارین باهاش مبارزه میکنین پس این سیاسی تلقی میشه؟ یعنی مرزبندی این سیاست و حقوق بشر کجا قرار میگیره و فعالیت شما کجا دیگه میشه گفتش که حقوق بشری نیست و جنبه سیاسی پیدا کرده؟ تا کجا پیش میرین؟ اون کادری که بر خودتون قائلین چیه؟ اول اینو لطفاً توضیح بدین. انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسیه و هیچ مطالبه سیاسی نداره. یک حزب نیست، بلکه یک سازمان مدافع حقوق بشره. به همین دلیل هم اگر در ایران حقوق بشر رعایت بشه، این سازمان در واقع دلیل وجودی خودش رو از دست میده، از بین میره. بالعرض وجود داره، نه به ذات. به این دلیل وجود داره که حقوق بشر داره پایمال میشه در ایران. هیچ گونه مطالبه سیاسی تا حالا نداشته و دست به تحزب و حزبگرایی نزده. این چیزیه که مربوط به فعالیت‌های ما در چارچوب این سازمان میشه. بعدم در مورد تصوف و عرفان، اون یه مکتب انسانسازه که اصلا کاری به سیاست نداره. پس مکتب درویشی و عرفانی جداست از سیاست. بله، یعنی کاری اصلا به سیاست کاری نداره. پس این چجوریه که ما میبینیم که خیلی از کسایی که خودشونو عنوان درویشی و سالک دارن در کارهای سیاسی میبینیم دخالت میکنن و مواضع سیاسی دارن. اون به درویشیشون ارتباطی نداره، اون به جنبه شهروندیشون ارتباط داره. یعنی هر فرد درویشی پیش از اینکه درویش باشه یه شهرونده و به عنوان یک شهروند دارای حقوق اجتماعی مثل حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن و حق تعیین سرنوشت خوده. این جزء حقوق شهروندیه. نمیشه گفت آقا چون شما درویش شدی پس دیگه فاقد حقوق شهروندی هستی. اون فعالیت‌های شهروندان مستقل از دیدگاه‌های عقیدتی و دینی و فکریشونه. و آیا این فعالیتی که میکنن به عنوان شهروند آیا پیرو یه خط خاصیه که در اون؟ نه خیر، این بنا به تشخیص خودشونه. یعنی بارها و بارها گفته شده که خود مکتب تصوف و عرفان به هیچ وجه یک حزب خاصی نیست و یک جهتگیری سیاسی معینی هم نداره. شهروندانی که میرن و به مکتب انسانساز تصوف و عرفان میپیوندن بر مبنای تشخیص خودشون هر خط و راهی رو که بخوان انتخاب بکنن میکنن و مسئولیتشون هم با خودشونه. مسئولیت انتخاب اونها با مکتبشون نیست، با شخص خودشون. این مکتب درویشی رو در واقع شما میتونید مقایسه بکنین با یک کلاس فرض کنین فلسفه که توش افراد مختلفی هستن و هر کدوم ممکنه گرایشات خاص سیاسی خودشون هم داشته باشن، ولی در درون اون کلاس حضور پیدا کردن که اون درس خاص رو دنبال کنن و بخونن. همینطوری که گفتیم مکتب تصوف مانند یک مدرسه انسانسازه که انسان در اونجا تخلق و اخلاق الهی میخواد پیدا بکنه. بعضیا در همین زمینه ایراد میگیرن که چرا توی مکتب شما فرض کنین که در رأسش انتخابات نیست، روابط دموکراتیک وجود نداره، از این قبیل سوالا. این در این زمینه چی میتونین شما توضیح بدین برای؟ من گفتم که مکتب تصوف و عرفان مانند یک مدرسه است. شما توجه بکنین در هر مدرسه‌ای، در هر دانشگاهی، در هر دانشکده‌ای یه عده شاگرد هستن که کنکور میدن، وارد دانشگاه میشن، میرن سر کلاس درس میشینن. در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا هم که شما نگاه بکنید رئیس دانشگاه رو دانشجوها انتخاب نمی کنن، استادها رو دانشجوها انتخاب نمی کنن. یه قوانین و مقرراتی داره که خاص اون دانشگاه و اون دانشکده و اون مدرسه است. مدرسه تصوف هم همین.